سلام دوستان، ابوالفضل هستم و دوباره اومدم اینجا با بهترین بازی جهان. این بازی یه بازیه که بازی MMA طوریه. MMA اینطوریه که شما الان تو واقعیت مگه نیستید. این بازی از شمایی که توی واقعیت هستین واقعی تره. حالا بریم توی بازی، خودتون میفهمید. اول میریم یه دور ترینینگ. ما احتمالاً ماتوکس هستیم و اون کوچ امرسون اینطور چیزیه. من انگلیسیم so good is so good. yes. این سالونی که ما باهاش مبارزه میکنیم و این حریفمونه. این حریفمون میخواد از ماتریکس خارج شه و میخواد ما رو هم به زور با خودش ببره. ما چون اون گفتیم اون میخواد از ماتریکس خارج شه، الان اومده تا با ما مبارزه کنه. ما این که علاقمند زیاد به ماتریکس هستیم، چون زندگی دیگه چی کارش داریم، ما میخوایم تو ماتریکس بمونیم. اینجا اومدیم با ایشون مبارزه بدیم. تو نمیخوای از ماتریکس فرار کنی. تو مشکلی برات پیش اومده کسا کم؟ مشکل داری ما داریم زحمت میکشیم. میام دهنت کاش آرش موسوی اون پیک آخر رو به ما نمیداد. چرا منو زدی؟ من خودم وای اینا از ماتریکس دشمن آوردن. بلند شو تو. تق دوستان مسابقه تق زنی شده دیگه. ولکن وای. خب دوستان یه ضربه کاری به ما زد، کمرمون خالی شد دیگه، بچه دار نمیشیم. تق این مشکل ها یاد میزنم. برو تق. الان کارشو یک زده میکنی. تق بلوشو گرفته خودش. اینجا دفاع میگیریم. اینو گرفتیم زد. منو میزنی. ماشاءالله داره از دستمون فرار میکنه. آها حالا میای اینجا یک دو میزنی. تق خفه. میبینید صورتش داره چیز میشه. ما ماسک زدیم که کسی احساساتمون رو نفهمه. اوف داره از اون بالا فرار میکنه. میبینید اینا همه از ترس. اوف گرفتمش یه دونه اینطوری. وای داره تقمو میندازه. برو. حالا این چی کار میکنه نمیدونم. نزن. وای جون چه آرنج زدیم. برو بفترش. فاک. وای بگیرش. انگار ما داریم برای اون میخوریم اینطوری که تق. اوف میخوریش. بخورش. اوف این بازی برای خالی کردن عصبانیت خیلی خوبه. میبینی الان داره میخوره. ببین بخورش چه صافت. بزن. اوف خب چرا داریم ماچومو چوی میکنی؟ 6-9. حالا از این بحثا رو بگذاریم. وای فاک یو ازم لب بگیری. من دیگه تموم کارم. من که دیگه تق. خب دوستان این باستانمون رو گرفته و برای همین جامون رو عوض میکنیم. حالا یه چند تا مشت بزنیم. گرفت رفتیم زیر خواب شدیم. تو چی میگی؟ حالا الان خب تق. اوه بره بگیرش. وای چرا قنبل کردی؟ حالا اینا امیدوارم یوتیوب به دلیل خشن بودن بسیار بیش از حد این بازی میبینید تق اصلا میشه بیان نزید. خب میبینید داریم اینجوری افتادیم روش. الان داریم به جای اینکه آسیب بدنی بهش بزنیم داریم آسیب روحی میزنیم. میبینید چون هرچی جون ازش کم میشه نمیمیره، داریم بهش آسیب روحی میزنیم. داریم مردانگیشو از بین میبریم. اون صورتش واقعا بد آسیب دیده. ول کن. من حوصله گوش دادن به چرت و پرتاتو ندارم. همش داره میگه به ماتریکس بیا از ماتریکس فرار کنیم. ما میبینید جونش برگشت. میگه بیا از ماتریکس فرار کنیم. نه خب منم میگم بیا مسابقه تق زنی برگزار کنیم. هر که تقه بیشتری زد اون برنده است. هاپ هنوز زیرشی. میبینید زیرشی. دوستان
کنترل بازی عوض شد. من الان اون فردیم که میخواد از ماتریکس فرار کنه، الان ما جسممون با هم عوض شده مثل انیمه ها. الان ما اینجا میریم بالا و الان ما جسممون با هم عوض شده، برای اینکه این دوستان ماتریکسیش تونستن نقضای ما رو با هم عوض کنن و هنوز اونه که میخواد از ماتریکس خارج بشه. میبینی؟ بیا بیا بیا، اگه مردی بیا بالا، اگه چیزی بیاد با ما مسابقه بدیم. اومدی؟ ماشاءالله. سلام. اومد دوستان، مسابقه تق زنی در وزن مثبت 80 کیلوگرم. میره یه مشت میگه من نمیتونم، وای الان گردنش رو گرفته به خاک نشوندتش، الان میخواد بره به پشت تو تقه بزنه. نه 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 نه، داره مقاومت میکنه. یه لحظه گوه نخور خونه تو بگیرم. وای داره مقاومت میکنه. یکم خاک برامون بزن. داره مقاومت میکنه. دوباره میگیریم. الان دوباره میگیریمش. خب حالا یه 2 تا مشت بخوره. نه به باسنش نزن. نیاز داریم. میگیریم میریم پشتش. آره از الان من چراغ مسابقه تق زنی رو روشن کردم. الان داریم با هم ماسموس میکنیم. ماشاءالله الان مردونگیش توی ذهنش از بین رفته. میبینید؟ وای زد. وای خمول کردم. نه مردونگیش الان توی ذهنش از بین رفته. اگه بدنمون حتی با هم عوض شده باشه، این همون مردی که مردونگیش رو از دست داده. خب از الان مسابقه تق زنی شروع شده. میبینید هرچی جونم از اون کم میشه من راضی نمیشم از خودم. ای الان مردونگی اونو میگیره. فاک برگرد. فاک برگرد. دوستان متاسفانه توی این بازی مردونگیمون ازمون گرفته شد و اگه میخوان یه دور دیگه بریم و این بار نذاریم مردونگیمون رو بگیره، لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تا ویدئوی بعدی، بدرود.